تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخواجه هستم. روز بخیر. نخست سرخط موضوع امروز 28 ایون. ادعای تجاوز به ناموس دختر 7 ساله در حصار دو مدیر مکتب را از وظیفه برکنار کرد. در این عمل دو پسر نابالغ متهم می شوند. بعد پیشنهاد امریکا در مورد خودداری از خریداری نفت ایران، عربستان سعودی گفت بازار را سرشار از نفت می کند. و فوتبال تنها برای مردان نیست. جام جهانی فوتبال زنان توجیک را هم به مخلصی اشدی تبدیل داده است. بیا که میبینم استادیون زنها چطگه میبینم آخه منم میشته که رفته منم باید بودناتون در کار گفته. در پی ادعای تجاوز شدن یک دختر 7 ساله در ناحیه حصار، دو مدیر مکتب از مقام‌هایشان برکنار شدند. خبر تجاوز خواننده صنف یکم مکتب رقم 114 اول همین ماه رسانه‌ای شد. خانواده این دختر میگویند در این عمل دو پسر بچه نابالغ همسایه که در مکتب 26 تحصیل میکنند دست دارند. مقامات امور داخلی ناحیه حصار حادثه را تحقیق میکنند. قانون‌های تاجیکستان برای تجاوز به ناموس و مجازات سنگین را پیش بینی مینماید. تنها سال 2017 در تاجیکستان 68 جنایت اخلاقی ثبت شده است که بیشتر موارد آن مربوط به زورآوری جنسی نسبت به کودکان بوده است. به همین زودی ها اکثر تجهیزات تولید نیروی برق در نیروگاه نورک عوض کرده می شود. فعلا این نیروگاه با 77% تواناییش فعالیت می کند و بیشتر ساکنان تاجیکستان طریق آن با برق تامین می گردند. برای بازسازی این انشاءات مهم گیدرو انرژتیکی نهادهای بین المللی مالی میلیون ها دلار مبلغ جدا کردند. شادمانی یتیم گزارش می دهد. بیشتری از تجهیزات تولیدی در نیروگاه نورک کهنه شدند که به قول مقامات تاجیک به مسئله امنیت انرژتیکی تاجیکستان مربوط است. این نیروگاه 46 سال باز فعال است و این تجهیزات ارزش استحصالی برق را به مراتب افزوده است. قرار است سال جاری بازسازی کلی نیروگاه نورک با کمک‌های به بازگشت سازمان‌های بین‌المللی مالی آغاز شود. حاضرش به حاضر تندر گذشت اندرس گیدرو کمپانیا برید. هزینه بازسازی نیروگاه 650 میلیون دلار آمریکایی بوده از جانب بانک آسیایی رشد، بانک جهانی، بانک اسلامی رشد و آلمان در شکل گرانت جدا شده است. تعمیر نیروگاه را شرکت اندرس گیدروی استریایی بر عهده گرفته است. در نظر است با این مبلغ اکثر تجهیزات اساسی نیروگاه نورک عوض کرده می شود. بله، برای عوض نمودن خود 9 تا گیدروگنراتور و تمام تجهیزات‌های اساسی و یوریرسان. با گفته مسئولان نیروگاه از اول سال آینده واردات تجهیزات نو برای تولید نیروی برق در این نیروگاه شروع می شود. دوام تعمیر نیروگاه که تا سال 2020 ادامه می یابد، تولید و انتقال برق در این نیروگاه قطع نمی گردد. با گفته مسئولان این نیروگاه طبق خلاصه متخصصان بعد از انجام بازسازی کل نیروگاه نورک ظرفیت تولید نیروی برق در آن تا 10% افزایش می یابد. اولین اگریگات یا چرخه نیروگاه نورک سال 1972 فعال شده همه ساله تا 12 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید می کند. در طول سالهای فعالیت نیروگاه نورک در اینجا حدود 438 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است. نیروگاه نورک بزرگترین نیروگاه در تاجیکستان بوده. حالا حدود 70% اهالی و کارخانه های عظیم تاجیکستان از نیروی تولید کرده این نیروگاه استفاده میکنند. مقامات امید دارند با تجدید کلی این نیروگاه عمر آن به 10 ساله ها تمدید کرده می شود. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، شهر نورک. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. 4 شهروند تاجیکستان را که در بدخشان افغانستان پناه برده بودند به دست مقامات تاجیک سپردند. بازداشت شده‌ها پس از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع در 3 سال پیش تاجیکستان را ترک کردند. این 4 نفر زاده موضعی از غلام ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان هستند. بازداشت و استرداد شهروندان تاجیکستان از افغانستان در حالی است که اول ماه می امسال رئیس کمیته دولتی امنیت ملی به کابل رفته با همتایانش در زمینه مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو کردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ظهور نمودند که شهادت ادامه اعتراض در ایران است. تظاهرات مردم روز 24 ایون شروع شده، روز 27 ایون هم ادامه داشت. روز چهارشنبه هم برای اولین بار پیشوای روحانی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای درباره اعتراضها اظهارات پخش نموده تاکید کرد که نهادهای انتظامی باید نظم و ثبات کشور را حفظ نمایند. امردین اولیموف در همین باره میگوید. در نواری که روز چهارشنبه نشر شده، حوادث 26 ایون را در بر میگیرد، برخورد پلیس با اعتراضگران ثبت شده است. در نواری که از بازار بزرگ تهران فرستاده شده است و 27 ایون به شبکه‌ها راه یافت، روز سوم کارشکنی تاجران نشان داده می شود. در نزد بینای پارلمان ایران که هفته روان هزارها اعتراضگران در نزد آن جمع شده بودند، نیروهای امنیتی مستحکم شدند. اصلا اعتراض ایران بنابر به قربشوی پول و افزایش مشکل‌های اقتصادی سر زده است. در جنوب تهران اعتراضگران خواستند که پلیس به صف آنها بپیوندد. اعتراضها در دیگر گوشه و کنار ایران هم جای داشته است. تاجران شهر شیراز به نشان همدلی با تهرانیان جمع آمد اعتراضی تشکیل کردند. در شمال ایران در شهر تبریز دانشجویان در جمع آمد تأکید کردند که با اعتراضگران حبس شده تهرانی همبستگی دارند. مقامات ایران میگویند قسما سبب مشکلات ایران تحریم امریکا است که در پی بیرون شدن واشنگتن از سازش هسته‌ای با تهران برقرار شده است. در همین حال عربستان سعودی نقشه دارد که ماه آینده استخراج نفت خام را به مقدار رکوردی رساند. شریحان اشاره میکنند که تصمیم سعودی با پیشنهاد پرزیدنت امریکا در مورد خودداری از خریدن نفت خام ایران همزمان آمده است. اسکندر خوجا میرزاده با تفصیلات بیشتر. عربستان سعودی تصمیم دارد سر از ماه ایول روزمره مقدار رکوردی 11 میلیون بارل یا خود بشکه نفت خام را به بازار برآورد. به احتمال زیاد زمان قبول این نقشه تصادفی نیست. خبرگزاری رویترز از قول منبع‌های قابل اعتماد خبر می‌دهد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای عالم دعوت کرده است سر از ماه نوامبر واردات نفت خام از ایران را قطع نمایند. ایران که با صادرات 2.5 میلیون بارل نفت در روز سومین بزرگترین صادرکننده سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک می باشد، اصرار می‌ورزد که دعوت ترامپ اساسی ندارد. به گفته ایرانی‌ها کشورهای وارد کننده امکان نخواهند داشت که در این مدت کوتاه سرچشمه نوی واردات پیدا کنند. ولی صرف نظر از اظهارات مقامداران ایرانی، جمهوری اسلامی فشار بین المللی را احساس می‌کند. بعد بیرونشوی ایالات متحده ها در ایران شد. تا هنوز موقع گیری کشورها در رابطه با قطع خرید نفت ایرانی معلوم نیست. شریح خبرگزاری رویترز دو عامل را پیش می آورد. اولا چین و اتحاد اروپا از سازش هسته‌ای با ایران بیرون نشدند و ثانیاً چین و اتحاد اروپا در حالت مناقشه اقتصادی با ایالات متحده آمریکا قرار دارند. در هر صورت خبرگزاری رویترز با تکیه به اطلاع از منبع‌های برایش با اعتماد نوشته است نوابسته به موقع اتحاد اروپا بعضی مؤسسه‌های کارکرد مواد سوخت به تدریج از خریدن نفت خام ایران دست می‌کشند. برنامه را ادامه میدیم. بیش از نصف دانشجویان توجیک که در مکتب‌های عالی خارجه تحصیل میکنند نیتی برگشتن به وطن را نداشتند. آنها گفتند میخواهند در همان کشورها جای کار پیدا کرده و مقیم شوند. این خلاصه یک نظرپرسی تازه است که میان دانش آموزان کشورهای خارجه انجام شده است. با نتیجه های این نظرپرسی و خلاصه مؤلفان همکارم عبدالله اشورف آشنا شد و حالا او با ما در استودیو است. عبدالله، می شود مشخص‌تر بگویی که چند درصد دانشجویان توجیک میخواهند در کشور تحصیلشان باقی بمانند؟ سلام شهلا. با سرپرستی بنیاد ساروس در تاجیکستان یک پژوهش در رابطه با مهاجرت توسط تحصیل انجام شده است. مؤلفان در دایره این پژوهش میان دانشجویان تاجیک یک نظرپرسی دایر کردند که در آن بیش از 65% آنها در خارج گفتن نیت دارند در کشور تحصیلشان باقی بمانند.
3 دانشجویان پرسیده شده و یا تنها 28% آنها گفتند که نیت دارند به تاجیکستان برگردند. شهلا یک نکته تازه‌ای که مؤلفان در پایان این پژوهش ذکر کردند این است که جوانان تاجیک نه تنها برای گرفتن دانش و مدرک دانشگاهی به خارج می‌روند بلکه آن را یک راه قانونی مهاجرت به کشوری دیگر حساب می‌کنند. از این رو اکثر دانشجویان هنوز هنگام تحصیل در کشورهای خارجه در آنجا جای کار پیدا کرده و در اندیشه گرفتن شهروندی و مقیم شدن در این کشور می‌شدند. ولی به هر حال چرا دانشجویان به تاجیکستان برنمیگردند؟ سبب‌ها زیادند، چون یکی از آنها امکانیت محدود برای دریافت جای کار در تاجیکستان است که آنها هنگام پیدا کردن جای کار با پدیده‌های چون خشتباربازی در انتخاب کادرها در اداره‌ها دچار می‌شدند و این بیشتر دانشجویان را دل سرد می‌کرد است و آنها باقی ماندن در کشور تحصیلشان را به خود اولاتر می‌دانند. من وقتی که یعنی ماجستر رو حمایت کردم به تاجیکستان برگشتم و با چند سفرهای خدمتی که از اونجا وزیرها آمده بودند گفتن که حتما به تاجیکستان باید برگردید. زیاد انتظار شدم جواب آنها رو امروز پگا من تقدیر نشد. بعد از اینجا من مکتوب اومد که ما میخوایم تحصیل شما رو در بخش اسپیرانتورا یعنی با حمایت نامزدی دوام دید از همون دانشگاهی که من ختم کردم. ولی عبدالله ببین مگر تحصیل این جوانان از حساب بودجه دولت صورت نمیگیرد و آنها موظف نیستند که بعد اتمام تحصیل به وطن برگردند و آنجا کار کنند؟ بله شهلا، واقعا یک قسمی از دانشجویان تاجیک با بورسیه‌های پرزیدنتی درخشندگان در خارج کشور تحصیل میکنند و آنها موظفند به کشور برگشته حداقل 5 سال در اداره‌های دولتی کار کنند. اما در میان انبوه دانشجویان تاجیک در خارج آنها خیلی کم هستند. حالا بسیاری از جوانان تاجیک از حساب پسندازهای والدان و یا بورسیه‌های دولت‌های دیگر در خارج تحصیل میکنند. بزرگترین جامعه دانشجویان تاجیک در روسیه هستند که شمار آنها به بیش از 30,000 نفر میرسد. اکثر آنها با بورسیه‌های روسیه تحصیل میکنند و نیتی باقی ماندن در این کشور را دارند چون آنها از حساب بودجه تاجیکستان تحصیل نکردند. تشکر عبدالله برای صحبت و روز خوش. در این شب روزی برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 که الکی چند تیم‌های ملی آن را ترک کردند، زنان تاجیک هم از پیگیری و هواداری و حتی پیشگویی برد باغ در مسابقات دور نیستند. زرنگیز نوروزها از نزدیک مخلصی آنها را مشاهده کرد. با آغاز بازی‌های جام جهان خواب از چشم خالای میسره هم پریده است. او برابر مردان خانواده تا نیمه شب فوتبال را انتظار می شود. به دسته‌های ارژانتین، آلمان و ایران مخلصی می کند. بازی اخیر ایران او را چندان قانع نکرد. که هجوم و کردن ایران فقط و محافظت در گذشته برای هجوم دنی فقط محافظتی و در گذشتن خیلی که هجوم کنن نه میتونستن هجوم کنن گل شدن. او تمام ویژگی‌های فوتبال را می‌داند و مثل هر مخلص دیگر قابلیت خوب تحلیل و بررسی بازی دسته‌ها را دارد. تلاش پیشگویی برد و باخت تیم‌های دوست داشته‌اش را هم می‌کند و می‌تواند در این باره ساعت‌ها بحث نماید. قشلاق تا شهر سورا میریم یکی درباره صحبت ها خوره بسیارتگی بچه‌ها هستن قدیم صحبت کردن بعدم با می‌خندن که خوش موینگاد درباره دیگر چینیو فوتبال کتی مثلا چند شتگی میگویه چند این شوکی بازی داره میگویه گفته وای میکردن دور مرکز دیو زامت موضوع صحبت اصلی این بیبی با نبیرش هم که مخلص اشدی فوتبال است این روزها بازی جام جهان است. همین بیبی من یخ بچه‌ها خیلی خوب میدونن همین جلوی من یخیلش بازی نمیفهمن نمیدونن. گلبرگ هم در خانواده هست که اکثریت از فوتبال هواداری میکنند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما دوستان عزیز میتوانید خبرگزاری‌های مهم تاجیکستان و جهان را از سامانه ما رادیوی آزادی از www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما که در یوتیوب فعال است بخونید و تماشا کنید. همچنین ما در شبکه‌های اجتماعی صفحه داریم که اونجا نیز بروید و بخونید. من فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردم و امیدوارم که تا آن دم خدا همه شما را در پناهش نگاه می‌دارد.